دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما: آیا لطوکوب باعث یادگیری و برقراری نظم در صنف می شود؟ نخیر، هرگز. فریاد کشیدن، توهین کردن، تمسخر کردن، کنایه گفتن، سرزنش کردن، زدن، ترساندن از ناکامی در امتحان و غیره باعث یادگیری و یا برقراری نظم در صنف نمی شود. وقتی شاگرد با نحو از خشونت وادار به منضبط بودن گردد، وی همان لحظه به دلیل این که بیشتر توهین یا زده نشود از دستورات استاد اطاعت می کند. اما این عمل هر روز تکرار خواهد شد. شاگرد اصلاً قانون یا اصول را یاد نگرفته است، تنها از وی خواسته شده است که به خواست استاد تن دهد و تسلیم شود. این موضوع دو پیامد در طولانی مدت خواهد داشت: یا اینکه شاگرد یاد خواهد گرفت همیشه در مقابل زور سر فرو آرد، و یا اینکه هرگز احترام گذاشتن به قانون را یاد نخواهد گرفت، چون با وی تشریح نشده است که هر نهاد از خود قوانین مشخصی دارد و باید آن را مراعات نمود. شاگردان به این باورند استادی که بیشتر از لطوکوب به خاطر برقراری نظم و انضباط استفاده می کند، در حقیقت توانایی کنترل و یا اداره صنف را ندارد و این گونه ضعف خود را پنهان می کند. آنها چنین اظهار داشتند: اگر لطوکوب شاگرد را اصلاح می کرد، هیچ استاد مجبور نبود که هر روز شاگردان را لطوکوب کند. در همان برخورد اول اصلاح می شدند. اما این گونه نیست، چون شاگردان اظهار داشتند استادی که از الفاظ زشت و توهین‌آمیز یا لطوکوب استفاده کند، ما بیشتر به اخلال درس و یا بازیگوشی در ساعت وی می پردازیم. در نهایت لطوکوب سبب مقاومت و یا بی‌تفاوتی آنها شده و مطمئناً به کینه‌دوزی با استاد، فرار از درس وی یا عکس العمل بالمثل و انتقامگیری می انجامد. چون شاگردان گفتند که با تهدید جرأت و انگیزه خود را از دست داده و نسبت به مکتب دلسرد می شوند. همچنان شاگردان گفتند که تشویق معلمین به آنها انگیزه پیشرفت و توجه به درس را می دهد. آنها حتی ابراز داشتند معلمینی که می گویند شما در کنکور کامیاب نخواهید شد، شما در امتحان نمره خوب نمی برید، شما به جایی نمی رسید، چون این معلمین را دوست ندارند و این موضوع را دلیل عدم علاقهشان به ادامه تحصیل می دانند. لذا معلمین گرامی ما تلاش کنند تا باعث ایجاد دلگرمی برای ادامه تحصیل و تعلیم در حال و آینده متعلمینشان باشند، نه اینکه خدای نخواسته با ایجاد دلسردی نزد دانش آموزان آینده آنها را به سوی بدبختی ها سوق دهیم و با رفتارهای نامطلوب امید آنها را برای داشتن یک آینده بهتر در نطفه خفه بسازیم. دوستای عزیز، این بود موارد چند در رابطه بر این که با لطوکوب نمی توانیم نظم را در صنف برقرار کنیم و میزان یادگیری را افزایش دهیم. برعکس، با لطوکوب باعث دلسردی شاگردان از درس، مکتب و ادامه تحصیل می شویم. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوب و خوش.